بانو کواجان سلام و درود. مرچی مپادا گپوترانی برنامه شما خدمت هستیم. یه برنامه ما دودانا برای مزنه مسائل بررسی کنیم که مسائلی که بلوچستان هم برای یک بحریچه مسائلانی و مهمه که یه مسائل سر گشتر گپ جنگ ببید. یک مسئله ایران و آمریکا مسئله این که بار برای مسائل تو گپ جنگ بید که آمریکا و تی ارتش تجهیزات هم اقیانوس هند دارتگن و چون که گوشک بگن اگر جنگی ببید بلوچستان یک بحریچه جنگی و ممکنه که یه جنگ تو که برای مزنه آسیب هم بگیندید در کنار اشیا پاکستان و اندام برای وقتی جنگ اما لحظه به لحظه گشتری کنه گونت مرچی همشان بازی موشکی برای هم دیگر نمیگه جتگ و ما یه مسائل بررسی کنه واجه رحیم بندوی و چو واجه ملک ذهن دینی دعوت کردن. واجه بندوی ما اول شما نمیگه کاین قصه که ما اولا ایران و آمریکا، آیا ایران و آمریکا توافقی که یک باشه گانتی توافق برای اتمی اصلا ممکنه دوین طرفان تو که یه رویه گندگ بگن که شما برای توافق امضا بکنند و پایبند ببن و توافقا؟ والا اولا سلام عرض کنم شما خدمت و دردانگین گندوکان و چاروکانی هشمنوکانید. میشه جمهوری اسلامی ایران با توجه بیشی که نه داخل مشروعیت سیاسی داری تو نه خارج مشروعیت سیاسی داری و در عین حال هم به هر بهای منطقه لوتی و تارا بداریش این که من به هر ذلت دند هیچ شکی نیسته. یعنی هر پیمی الان قرارداد و شرط و شروطی مثل آمریکا بلوتی بلی، آمریکا و اسرائیل بلوت هر پیمی شرط شروطی بلند جمهوری اسلامی قبول کن. جمهوری اسلامی زور در واقع فقط گویتی مردمان رسیده. تو خارج از گویتی مردمان متاسفانه گنده که تن به چیز علتان داته که دیگه تم هنگت هم دیگه نو ادانت که منی حیالا جمهوری اسلامی و آمریکا با قبول کنه که تمام شرایطی که آمریکا و اسرائیل لگن جمهوری اسلامی و آمریکا در میان صلح و صلاح برقرار بیتن. با توجه به که پیسرانه ما یه بار فکر نکرد ولی متاسفانه هر نوع گندگ بیتن که جمهوری اسلامی به خاطر بودی ادامه حیاتا تن به هر ذلتی دنته. منی نظرشن حالا من نظرم برای کیوتی نظر سنگت ملکی نظر و برای لیدگران نظر چیه زندگ با ما در ادامه اتفاقا لطفاً ریزتر و با جزئیات گشتری مسئله ورود بکنم و واجه ملک ما شما نمیگه کنین بحثش اینه که بازین چه تحلیل کردن گوشگاند که ایران وقتی اما عادی معاهداتی که امضای کردند پایبند نه وقتی امضای هیچ وقت بازین باشید که ایران گون یه توافق امضا کنه فقط روتی یک گزاری ببینید چه ترامپ ریاست جمهوری و شاید 4-5 سال یا یه توافق سره بحث بکند یا امضای بکند اصلا اجرایی بکند و بعد ترامپ اما وقتی پیسرگی مسیر را شما نظر چیه؟ سلام و درود برای شما. آنچه شعارین تیویه که دستندرکارانی که هستند و چاروکانی که گوشداروکانی که هستند شعارین تیویه آنچه واجه رحیم بندوی باشتی ایران زنه چه درست پیسر یکیشن که مردم بوشی تاگی پیسر تاگی کنتی که چطور واتی مسئله حل بکن تو مسئله حل کنه که دنبانه این وقتی بقای دنبه این که آب انچو که تو وقتی هم گفت تو که شاره کود که 4 سال تو که شی بیت کنتن که این مسئله بگو بله چه ایشیا من یلا آیان اگه آمریکا بلوتی تین که ایران واقعا اینی خالص سلاح اتمی دنبه اینا که اگه ایشی قدرت اتمیه چشه بگیریتین ایشون که آمریکا تجربه کده یه 2-3 دوره توکا که آمریکا دیسته که مثلا هر دوره که ایران یک کاری کنتین 4 سال توکا 5 سال توکا بری شلوتون کنتین کلچین ویل کنتن که این دوره تمام بی تو پده یک دیگه دولتی که یا دموکراتین یا که مثلا جمهوری خواه این تجربه کتا من یلا ایران ترامپ آیا نیلیتین که مثلا جمهوری اسلامی 4 سال توکا انچو ویل بکنده که پس دیگه دوره بیایتین پی یا دموکراتان بیان سر قدرت یا دیگه یک پریزیدنتی بیایتین که یه مثلا تو که نرمش پیش داریتین من یلا ایران جمهوری اسلامی موچه سگ گفتم و ما گندگان که یعنی 4 دوره این تقریبا یعنی همی چند ماه تو که انگم من یلا 100 خورده رو چه
یعنی ایران این مذاکره این شرکت کنگن و رواگن و شهری سر همین تعهدان پایبنده ایران زنه یک ملکی مشمایی داد مگه ایران که این پایبند ایج و ایران هیچ مسائل پایبند نه که ایران ما بوشیم ولی ایران ترسی پشتا بیتی نی ایران که همشن که هنی چیه حکومتی که ترامپ هست این دولت ها ترسه گن که ای کارا مثلا چیه کنه بله من چون واجه ریم گوشتی که جمهوری اسلامی همیشه زوری که همایی که گریبین دسترسی و تیگ نزدیکترین که آنی که بودن که زان که من لطورون بودن شهر رفتار کندن و زیتن مذاکره شروع کند. سلام. واجه زیندینی واجه رحیم دیگه مسائل مختلف هستیم برای تلویزیون اسرائیلی هم بازی برنامه پخش کنگانتش که اما روشی که ایران اینجا سال تو که برای خاورمیانه یا مداخله کتک سوریه عراق یا خود اسرائیل اون طرفین برای بحث مطرح بگین که قدرت هایی که ایران دیمال وچن بوشتن تن گوشن همین روش که ایران استفاده کتک یعنی جنگ درون ایران باید شروع ببید و آیا شکل گرگه انچه جنگی با توجه بشه که ایران تو که شکاف اجتماعی بازند شما بیشتر چطور گندگاه یعنی اصلا ممکنه که ایران تو که جنگ داخلی شکل بگیرید؟ چرا که اگر چنانچه ایران تا در این کشورها حمله نظامی بلوتن بکند هیچ شک مکن که به هر حال جمهوری اسلامی ایران با توجه بیشی که ایران کشور 100 سال گذشته تا بیشترین به انصافیان بر علیه کسانی که سابقا مرزان سر زندگی کرده بچه که مقدمی سابقا ابرقدرتان سیاستان نتیجه مردمانی که ایران مروچگی مرزان سر هستن پهکار نیمش آدم مرزه یعنی ایشی که جمهوری اسلامی ایران و پیسرگی حکومت همه مردمانی که مرزان سر هستن تو شاه همیشه تحت نظری کرده همیشه شان سر سابقا دگری و تبعیض انجام داده بوده تبعیضان سکین در چی پکاین که تکی بقول ماشو بلوچان که یک نوع نفرتی در واقع وجودیت نفرت به قول وقتش قومی و نفرت هویتی تاریخی که در وجود شیارده 200 سال تا یعنی در واقع یک نوع مثال ماشو بلوچان در نظر بگیریم یک وستگی 100 سالان تاها وقتی که گلدسمیت لاین در واقع انگلیزان کشته تو بلوچستانش دو برکویی دیما و آدیما ایرانی پهناته و آدمی دویران زجر کشتگن پچی که هر دو کینان سرا حکومتان تمامیت خواه حاکم کناینک بوده و این حکومتان تمامیت خواه هر دو کینان هویت به طور مشخص متاسفانه اسلام سیاسیه به همین دلیل هم شاه زمانه که گندین تمام فعالیتان سیاسی آزاد تا ولی نیروان دموکراتیکش اجازه نداد فعالیت بکنن که نهایتا برای انقلاب 57 اتفاق کرد اما با توجه بشی که باز هم همین ابرقدرتان جهانی در واقع اسلام سیاسی و حکومت مذهبی سیاسی روتگن تیادم هنگت شنگ گنده بالاخره خمینیشه این دوینا ماشما بلوچانی سرا به طور مشخص حالا تحکیم ملیتان میگه ولی به طور مشخص ماشما بلوچانی سرا در واقع به خاطر هم مذهب نبوت بچه که معیاران تمامیت خواهشان تمام اما یک نوع فلسفه یک دیدگاهی که بعد از انقلاب انگلیس کودتای انگلیس که پهلوی سرکاریا معروف به عنوان فلسفه ایران شهری باشند که مثل همیشه که محور همه چیز بر مبنای به هویت تاریخی پارس بیته با توجه بیشی که امپراتوری مزنین بوده و امپراتوری مزنین هم برحال با توجه بیشی که نامی خارج از ایران اروپایی کشوران تا پرژیا بوده و با توجه بهمشی معیار و بچیش گفت دیگه اما ملت فارس هویتان تاریخی ها و ادگرانش تمام یک نوع نسل کشی در واقع سیاستانش دیما برده ادانت که اگر چنانچه ایرانی تا جنگی بکه پیش دنی کشوران تا و با توجه به ایشی که از آغاز حکومت سیستم شاهنشاهی پهلوی تا مروچگی این روچا یک نوع واگرایی دامنجنک بوده حالا بلوچستانی مثلا از در تاریخی مقدار متفاوتی ولی کردان در نظر بگیریم ترکان در نظر بگیریم عربان در نظر بگیریم لوران در نظر بگیریم و به همین شکل هم مثلا ترکمنان هم در نظر بگیریم شام این واگرایی از همه ابتدا در واقع رشد کرده و مخصوصا ماشو بلوچستان دیگه گیشتر از هر کجای دیگه با توجه شدت ستم گیشتر بوده نو ادانت که اگر یک همچه اتفاقی بکپی جنگ داخلی بدون شک
یکی از آن به قول معروف نتیجهان این مداخله نظامی خارجی بیتن و به همین دلیل هم که اتفاقا یکی از دلایل هم که هستن توشان که همیشه شان وحشت بوده و هستش با توجه به سیاستانی که اعمال شده و واگرای رشد کرده تمامیت ارزش یک لطی کرده محلوک مردمان سر هر کجا که بلوت یک نوع دادخواهی مطرح بکنه متاسفانه بازم تحت امید لط و چماقی بونن تمامیت ارزش سر شهرم چون باشما شاهدین دنیا شاهدین تا که مثلا جمعه های خونین و زاهدن که دقیقا این کشتار مثلا دولتی که انجام گرفت آنم به شکل واقعا فجیع آنچنانی تحت نام شکل تجزیه طلبانه اعلانت که حقیقت همیشه که تجزیه طلبی به قول آیا و از دیدگاه ما حق هر انسان تاریخی که داره هویت تاریخی سرنوشتی دستوبتی ببینید حالا چطوره که آیپد برگردی به اوضاع احوال منطقه و جهان و نظام و درونی هم مردمان هم کشورات ولی احتمال ایشی که جنگ اگر در بکپید و ایران اتحاد در واقع خواستیانی که مردمان لورتگم بخصوص مردمانی که دور ایران تا هستن توشا که خواستیان برحقی هم هستن طبعا سعی کنن که به قول معروف وطید مهار وطی دستا بگیرن چون که برگردی بشی که چون آمادگی هسته هر یکی را مثلا به طور مثال انچه اتفاقی بلوٹی بکر بیته خب کامل طبیعیه که مثلا کردستان تا شرایط فرقی کن آذربایجان شرایط فرقی کن بلوچستان تا شرایط فرقی کن ولی در مجموع در پاسخ به سوالی که شما کن اگر جنگ در بکپید جنگ داخلی گریز ناپذیر با توجه به اختلافاتی که جمهوری اسلامی و مخصوصا در همین شرایط حاضر نه تنها جمهوری اسلامی یعنی به عنوان حکومت حاکم تمامیت خواه حتی اپوزیسیون تمامیت خواهی که خارج از حتی ایران هم هستند توی شام متاسفانه دامنش یتبعی مسائل اشی که جنگ بدون شک شکل بگیرد درونی و وقتی جنگ درونی شکل بگیرد در داخل یک کشور یک حکومتی و کاملا طبیعی که تک باز وحشتناک بیتیم با توجه به 100 سال ظلم و جنایتی که در واقع حاکمان مرکز کرده برای دور اطرافیان مثلا مرکز ایران و با توجه به ستمی که آین هم دیسته گوشا و بی اعتمادی کاملی که از دو طرف هسته ایشی من نظر قطعیت خلاصه گپ همیشه زندگ باته واجه بندوی واجه زندینی ما پدا شما نیم کنیم یک برال بحثی است اپوزیسیون یک بحری مخصوصا اپوزیسیون مرکزگرا تبلیغی که ترامپ واسه کنگاتم آنگ باش که دونالد ترامپ کهیتیم برال تا عدیشان تبلیغات کرد که باشته ایرانی حکومت سرنگون کند هنی ما گندگان ترامپ و وقتی پاکیم برال اما خبرانی که قبل از انتخابات آمریکا بیتن عقب نشینی کوتا بعد کاری آرتا یک مرحله که حتی OCI یمن که برال یک گروهی که چون باشک بی که یک لمبوشای حکومت جمهوری اسلامی که بود شیطانی به خبر میانه تو که گو آیان دی توافق امضا کردند جمهوری اسلامی گو مذاکره کردند در رابطه با مسائل مهم مثل مسائل بین حقوق بشری اصلا هیچ شرط و شروطی یر نکند و آی شرط و شروط فقط در رابطه با علت مسائل کلی و گشتر بحث های اما امنیتی بین المللی امنیتی مسائل هم بحث کنن بحث برای امنیت اتمی خاورمیانه که مطرح کنگاد باید اپوزیسیون یه حساب سرخورده نبید یا اصلا چی واسطه دولت های غربی دولت هایی که برای گون ایران حکومت مشکل است نهایت وقتی فیصله گون اپوزیسیون نکنند به جای حکومت اپوزیسیون تو کتان چون گوشه گاته که اپوزیسیون تو کم منی علا اولی که ماش که سعادتی به جانونو پدرانده بر راه هم مثلا جزئیات چاره اپوزیسیون تو کم منی علا منافع نگینده گویم چی که این کشورانی که هستن این کشوران هیچ کسی که ناقصات ریزاد نه تو هیچ کسی یعنی دوست و جانی نه که مردان چون یعنی گنو حکومت یا پاری یا باغ سبز پیش دارند یا قوتی یا فکری کنند که ها غربی کار کنن نه غرب هیچ کسی که من بگوشم پا ما یعنی اپوزیسیون ها کل اگه هر کسی یا ببخش من کلمه دشمن اسوان لطیف شی که دشمن مثلا پلانی جانته نه وقت منافع گندی رو که احترام کاری کنن یا اگه اپوزیسیونی باشی که من همکاری کنن برای مثلا جمهوری اسلامی که آیه رژیم
جمهوری اسلامی سرنگون کنن چه کای منافع گیشتر جمهوری اسلامی توکا جمهوری اسلامی در واقع من تو واقعیت مردم بوشیده من پیسره یک گپ جتا ترامپ من یالا بدتر رئیس جمهوری که 250 ساله که آمریکا چه هیچ چیزی بند و سندی نیست هیچ بند و کاری نیست ترامپ اگر یک ترامپ وقت وش دارو چی که مثلا اولی رو چی بخش چی بشنتی که آتکیات که وقت این معرفی بکنی وشی ودم وشی اینکه من جورج واشنگتن وقت تعریف ده اگه وقت مردم وقت بوش من پلانی ما اگه هر چی بوشن جانزه ملک نه تو بیل تو کارم بکن این گپ اصلیش این که وعده که آتکیات این اپوزیسیون واقعا من این گپانی که تو این گوشگاه همچو سک هیجان زده تا که این ترامپ آتکه بله ترامپ هم تیمی هم این چه ترامپ مرد دوره 4 ساله بیت تجربه کرده ترامپ هیچ کاری وتی عملی نکرده مرچ گپ پیجتی باند دیگه گپ پیجتی از سایمی رو چه بار رفته قراردادی بستگی یعنی که ترامپ هیچ قراردادی سرا یعنی ایشی که تو بوش 100% کار انجام داده نکنتی و پدا وتی منافع گوی عربستان گشته گندگه عربستان سرمایه گذاری کنه عربستان آی دیرگین دو سیاسی عربستان مثلا آی قرارداد هستن مثلا بیایت ایران چی ایران اگه با رژیم سرنگون کنه دیگه بلکه 20 سال یا 30 سال رند همین پروژه که من چی مقدم شروع کنه این 30 سال رند آی پایده بگیندید اگه ایران تو گوی کارو شروع کنه بله مرچی آی عربستان تو کو گنده گن چی که ترامپ یه بیزنسمنی بعد بی بند و باری بیزنسمنی یعنی چی که ترامپ هم رئیس جمهوری هم مثل یک بیزنسمنی گنده اگه مثلا ترامپ وقتی همی که گپانی که کوتاگان ترامپ دوشه ترامپ وقتی اما به حساب تلویزیون یک چند سال پیش تلویزیون تو که بودن کار کرد اما تلویزیون تعریف کنه که من چطور گپ جتا من چونی مجری بودم با یک کشورداری گو مجری بیگا این فرق کرده برای آمریکا وقت یه سیستمی هست رئیس جمهور اگه یک ملک بی مصدق بی صادق بی هر کسی بله سیستم آیو بار دیمای 4 سال مسئله چیه کرده بله ایشی که بیا که خاورمیانه مسئله ترامپ حل بکنه حلی نکنه این تازه گشته چی که ایران پروژه ایران اگه این پروژه یعنی مثلا بیایت این مسائل حل بکن اصلا دیگه خاورمیانه تو که دیگه آدم تنیشی نبیتی ترامپ با که ارنده که جاک چی کنده ترامپ باید یکی بیبیته ترامپ اصلا لوچیته که مثلا یعنی که جنگانی که واقعیت مردم پچه یا واقعیت این کار کنده یه جنگانی که بیگان حتی بهترین سود کنگان غربیان هم غربیان سود کنگان هم خاورمیانه تو که این هیچ کسی مثلا تنها یک چیزی که هسته که ما شما اگر لوچه مسئله سیاسی ایران حل بکنه وقتی تو که یک وجودی بیدی وقت بی باور برسی وقت یعنی بلوچه اپوزیسیون چه مثلا اپوزیسیونی که فارس هستن یا یه دیگه ملتانی که هستن واقعا صادق بودن بیاند وقت یک دیگه را بینندن وقت یک دیگه را تحمل بکنند بچاین این مسئله حل بکنند این مسئله انچوک مشاهدی سوریه تو هنیات که رواری این واقعا من کاری نیستیم که من هیچ موافقم نه سوریه بلکه ما این مسئله سر ما چی کاری اصلا از لحاظ فکری ما زمینه ولی این مسئله سوریه تا حدودی این قوم ولی آرتی میگه که یه دیگه ما دیدیم مثلا دوره که مثلا که اسد دست توی جمهوری اسلامی هر یکی آب پایگاه یاد کرد ولی من چی که قدرت های دستگی روسیه پایگاه شده دارن ان آمریکا هم باید نگویه قراردادی به درست این چیز اینه مثلا البته چی که طرف باید قدرت سیاسی بیته یا که قدرتی به دست یا ملکی گتو بگیره سلامت زندگ باته واجه زندینی واجه بندوی ما شما نمیگه پیدا کنی بس برای هم ایران مسئله بلوچستان برای یک نقطه که ساحل کرده برای نقطه که مهم جزء اهداف غربیانی ما بحث بریم بلوچستان مشرقی نمیگه پاکستان و ایندا یک درگیری شروع کتک و سناریو مختلف مطرح بیگان تحلیلگر مختلف این مسئله سر خبر کنگان یک که چه سناریو هست که اگر جنگ طولانی اولا جنگ اگر شدید مبید یک جنگ طولانی چند ساله توانی انبارهای تسلیحاتی پاکستان اگر خالی بکن و یه فرصت ها به طالبان پاکستان طالبانی که وزیرستان و خیبر پختونخوا فعالند و چو ارتش آزادی بخش بلوچستان یه فرصت آگوشن رسید که بتوانید داخلاش به مسائلان دیمه ببرند و برای یه چند ایالت چه پاکستان جدا بکنند من روچه بزانم که یه تحلیلگران نظر آگو شما موافق مخالفه یا شما وقتی تحلیل چیند
بسیار اسلام سیاسی به عنوان یک ابزار دست قدرتمندان جهانی بوده تا بتونن گویی حاکمیت منطقه تا در واقع بداره و بخصوص با توجه به اینکه که برای خاورمیانه به عنوان مرکز انرژی در واقع هست، نفت، و به همین دلیل هم گندگین که نوع سوء استفاده ای که قدرتمندان جهانی از دین کورتیش و کنگن در یک دوران اوج و تیحتگد این دیگه که اصلا پاکستانی وجودی یکی اصلا بیخ و بون بر مبنای نفرت مذهبی بوده بین هندو و اسلام برال تمیش کن. در این حال هم در ارتباط با افغانستان هم گندگیم بعد از اینکه اتفاقات کپتن تو برال روسیه نظام پاد پچ بود تو طالبان و نظام این چیزا هم بازم و نهایتا هم گندگی القاعده ها وجودیتن تو بعدن داعش ها وجودیتن شان تمام و حتی ایران تا گندگی مثلا وقتی که مردم انقلاب کنه پر گندی بعد از حکومت پهلوی یک حکومت مذهبی دیگر یاره شان تمام بیانگر این مسئله هست که اسلام سیاسی که به عنوان یک ابزار دست قدرتمندان جهانی بوده الان دیگه پیشترین انتظاری که هستش نتواند مورد استفاده قرار بگیره به چندین دلیل. اولا از اینی که دشمن اصلی که باعث بود که ایشان بزرگترین سوء استفاده از اسلام سیاسی بکنن به عنوان یعنی اسلام استفاده بکنن دین استفاده کنن به عنوان یک ابزار سیاسی و حاکمیت سیاسی وجود یک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پایان جنگ جهانی اولت و با توجه به همچین وحشتیت که گندیم به هر حال پاکستانش زایایند بعد از اینکه مجبور بود 1947 انگلیس در که پیکن شده و در عین حال هم 1921 پایان جنگ جهانی اولت هم اودن هم یک با توجه که ایران تا یک انقلابی به نام مشروطیت بوده اودم استفادهش که و یک نوع حکومتی یارتش که به یک شکلی تامین کننده در واقع منافع جهان غرب در مقابل جهان مثلا شرق ببینید. باز یک چین هم در واقع هم به وجودی حتی که در پایان جنگ جهانی دوم هم ادانید که الان این دورانی تا و این شرایط تا با توجه به تهمانی که آوادش کشتگن بعضی که آوادش کشته و هنو رسته به جاگاهی که بین کشوران حتی مثل هند و پاکستان هم که در واقع واقعا جدا از هند اصلا نباید حساب کنند بیتن و یکی به قول معروف بله ورن درست دانش ولی گندگی چه نوع نفرتی در میانش هستیم و نهایتا هم دیستیم برای داعش در سوریه چی کرد و ادانید که الان این دورانی تا این اوضاع احوالی تا دیگه حکومت های به قول معروف گردن کلفت جهانی به این نتیجه رسیدن که دیگه آب ورق فایده نیستند استفاده از ورق مذهب از دین اسلام دیگه فایده نیستند به دلیلشی که دیستش نتیجه چی بوده القاعده ها وجودیتن داعش ها وجودیتن جمهوری اسلامیش قوت رو دین تو یاد فهمش کنه یعنی حکومت سرا در این عالم گندگی که مثلا پاکستان هم همین نفرت مذهبی سر که گنده جیش محمد برای من نامانش نسان دقیقا و گروه های به قول معروف مذهبی که پین کردن بودن روند آدم و کشمیر تا که در هندوستانه قشنگ یارت مردمانی که یعتن بودن تویست جدا شکنن مسلمان ها یک بری هندوان یک بری و هندوان با شکل فجیع دارن کشن توشن این همین داستانی که داعشیان هم در ارتباط مثلا با غیر مسلمانان کرد انجام داد واقعا جنایتانی تکشان وجود یارتن که الان هم آگاهی مردم در جهان کلن گیشتر بودن و همیشه که حکومتان ابرقدرت جهانی من به این نتیجه رسیدن که نه دیگه ضرورت نه که به اصطلاح گیشتر از دین و نظام از مذهب اسلام در ارتباط با اهداف خودش استفاده کنه میبینید راهان دیگری درگیجن راهان دیگری برگردشن اینانه که گندگی که الان با توجه پیشی که تریشی که الان بین چین و به هر حال آمریکا هست مخصوصا آقای ترامپ شما پیشتر به هر حال در مورد ترامپ سک باز بر پورتویشم و با توجه به موقعیتی که هندوستان هم هستن تو تمامی کشوران هم لوتن که به اصطلاح هم اروپا و هم در واقع آمریکا لوتن اندیا یا هند در واقع جایگاه چین بگی یک نوع تنشانی در واقع این چنینی بین چین و هند و بین پاکستان که برای الان لیت کورت گوچین با توجه قرارداد گانچنانی بسته روشم یه مقدار مسائل خیلی پیچیده‌تر کنن داشتی که ما شو فقط سطحی نگری بلوتیم بکنیم نشان چون فراموش نکنیم ما بلوچان
پاشو بلوچانم که الان مشرقی بلوچستانی در ارتباط با اوتی حق و حقوق در واقع نزدیک 70 سال گیش از 70 سال که الان به همین شکل بوده. اما اولین روچه گذار که پاکستان زاینک بود که هندوستان حساب کن لاپا و بعد بلوچستانش هم به شکل نظامی و آنم با کمک انگلیس در واقع هورش کو پزور بلوچستان هم ابتدای روز اولین روچه و در واقع پای آتا بود که برای نهی بخاطر چی که یک کشور مستقل بود یک سرزمین مستقل بود که ولوتش و در بدارندشان و با توجه بشی که الان مبارزات نه تنها نظامی بلکه مبارزات مدنی هم، یعنی دکتر محرنگ ها هم بیان مکنیم باشیم که به چه وضعیتی الان پاکستانی جامعهش یا ارتق رسی انتگوشا یک نوع وحشتی تایش وجودیاته. اینانه که برای ایشی که و در این حال بیان مکنیم باشیم که این تومتان هم جنگیم پاکستان که نظام تمام اطلاعات و تمام تسلیحات و هر چیزی که هسته الان نیروهای نظامی که بلوچستان تا مبارزه نظامی کنن به هر حال هندن تو فلان تو بهمانشان گشتهش گشگم توشن. در این حال هم آن نیروهای مذهبی در واقع که هم مرزن با هندوستان ها سر مسئله کشمیر آرام تحت اختیار پاکستان بودن تو هستن و دیسته که چه جنایتش به وجودیه. در نتیجه اینا توانت مردم به این نتیجه برسیدن که نه تنها زمینه ها برای این نفرت قومی از قبل هم در میان این کشورها به وجود یارانک بودن الان هم در ارتباط با تغییر و تحولاتی که شما شو پاک هشکوتا و هشکوتا برای الان به عنوان به قول معروفش یک نیو ورلد اوردر یک نظم نوین جهانی وجود بیاد با توجه بشی که الان شوروی سابق وقتی هم تبدیل بود به یک دیگه از کشورهای به قول معروف امپریالیستی و نظام چنانی که گندگی مثلا جمهوری اسلامی گونه چه رفتاری کنه و چطور سوء استفاده کنه هر از او دانشا نو با توجه به این قضیه من خیلی خلاصی بلوتون میکنم ایشید که گندگی ماشما که شان کپتگند به جان هم دیگه اما فراموش هم مکنیم ماشما که با وجود همیشی هم که این ابرقدرتان جهانی هم لورتگتش که از دین سیاسی از اسلام سیاسی حد اکثر سوء استفاده میکنم متاسفانه هم تا پاکستانی در نظر بگیریم هم تا ایرانی در نظر بگیریم که به عنوان به حکومت اسلامی قدرت سیاسی و نظامی در دست نیروهای نظامیه، یعنی اسلحه و سیاست یک جاگان و اقتصاد هم دست نمیشه که توش این جاگان بلا استثناء هم پاکستانی بگیریم هم ایرانی بگیریم متاسفانه یک نوع دورنگی و دوگانگی در واقع در میانشانی که قدرت سیاسی دستندش هستش. از یک طرف ادعای مذهبی کنه از طرف دیگر رانتخاری، فساد، رشوه بدترین نوعان ارزش‌های اخلاقی در هر دو تا جامعه پروشته و پروشته. ادانت که این قدرت در دست نظامیانه و این نظامیان پاکستان و ایران هم در واقع به جاگاهش رسیده هم پاکستان و هم ایران که گندگین. ایران الان در حال اشیه که شروع یک جنگ و کشمکشی بین ایران و اسرائیل و نظام ایران و آمریکا میبینه که چطور فشاری آرنگ سری در این حال هم همین مسئله نفرت مذهبی نفرت به قول معروف آنچنانی که وجود کرده بین هند و پاکستانش هم وجود داره کنگمشان. چشم انداز ایشی به نظر من که جهان روگیم به یک سمت تغییر و تحول بسیار عمیق و بنیادی با توجه به ایشی که تکنولوژی ارتباطات دیگه پیشرگین قدرت سانسوری که بوده به همین جهته نو ادارید که این برابری طلبی و این آزادی خواهی در هر کجایی که الان دنیای تا هستیم یک شکلی در حال پیشرفته در حال روک به جلوه و هر کسی هم که بلوتی مخالفت و مقاومت در مقابل این خواست عمومی جهانی بلوتی بکنه توشه متاسفانه له نورده می در نهایت و اگر چنانچه هندوستان و پاکستان در واقع این جنگی که الان شروع بود با توجه بشیم که سر مسئله نفرت مذهبی هم هستن توشان در واقع نفرت هویتی تاریخی هم که در واقع هستن توشان ماشما حساب بکنیم بین ماشما بلوچانی که ایران تا هستیم بلوچانی که پاکستان تا هستیم با توجه بی انصافی که ماش میسرش نسل کشی که در واقع ماش بلوچان سر کتای شکن اگر توی شام خب پایخته بلوچان پایخته و نگوشته ایشی یک مجموعه ای از کنش ها و واکنش ها یک شرایط بسیار پیچیده وجود داره که متاسفانه بیانگرش این نه که یک نوع آرامش و یک نوع حرکت به جلو و یک نوع دموکراسی و توسعه پایداری ببینید بلکه یک در هم ریختگی توهین پیش رو هست تا بر خرابه های در هم ریختگی
از سر یک نوع جوامع نسبتا دموکراتیکی وجود بیاد به یک شکلی هم حق به حقدار برسیدیم. ولی ما امیدواریم که بعدا یه جنگی که به این شکل هستیم بین هندوستان و پاکستان یا حتی اگر قرار بین ایران و نظام آمریکا مثل اتفاق بکپیت انشاء یک نوع جنگان کوتاهی و منندند و این مشکلاتی که بوده هسته یک راه حلان در واقع منطقی و پایداری را پیش باید بلند و بلکه زودتر به صلح و خواسته های استراتژیکی که هستن در پهکانه برسن پای شرطر. نتوار واجه بندوهی واجه زیندینی ما پدا شما نمیگه کنی بحثی که برای بلوچستان تو که مخصوصا مشرقی بلوچستان تو که بگیشه که وده برای سالها بلوچ مبارزه کته برای استقلال و یک جنگ احتمالی یا فرصتی گندگان برایشه که فروپاشی پاکستان شروع ببید. من و تو شما ارزیابی بچارم وایشه که آیا یک جنگ تمام یار بین هند و پاکستان یه فرصت ما رو بلوچستان دند که وقتی استقلال مسیر دیمه ببریم؟ اشی که تو باش نکنه چی که مردم قدرت اتمی پاکستان مردم این چیز زانت نکنده و چی که ما هم برای این سناریو هم زانگنه پاکستان و هندوستان این جنگ تا چه اندازه بداریتین بله اگه بیت کن که بلند مدت اگه این جنگ ها ادامه بید ما هم با گندگان که پاکستان ارتش قدرت و ارتش دستیم پاکستان دولت یه چندین سال و ماشما ساکنندگان که ساکن نزور بیاگین و اگر کلوکی انگوی دموکراتیکی میتایی هم آیی هم چه دستا داتا قدرت کاملا این ارتش آوتی دست تو که گیفته دیگه ارتش این هم دنیا یا هم پاکستانه که مردمانی که هستن درست پیش داشته که قدرت منی دستن قدرت هرچی که من بلوچون هماده با کت کنم نه که یعنی مثلا یعنی دولتی هستن چون سابقه نامای دولتی دو تکای دولت هم نه که هر روز چگن جنت گیریت بندیت پای واسه فرنگا پریزیدنت بیتن رئیس جمهوری بیتن یا که آن مردم بند کنن گرگ یعنی ماشو چند پاکی نخست وزیر برید رفت از زندان و پدرات که تو لاتی هنگا یکی زندانه نه شکیش پیش داری که قدرت چیه دسته نه ارتش دسته بلنی ارتش هم ما گندگان ارتش هم که آدابه که ای مثلا وقتی که ای کشوران که همسایگی بیتگن بسیار آیا سک دستمانجنی دستمانی وانگا کنتی بلی قدرتی بیتگی مثلا افغانستان تو که افغانستان زانه که اگه بلوچانی که مثلا این مسئله بیته افغانستان تو کشن جایی مبیته ایران تو که مبیته حالا ایران تو که بلوچان نیست این چه که ایران اگه می بلوچه که استفاده کنته ایران زانه که مسئله ایشون که هیچ دابا اما خصوصا بلوچه که هستن یا که کوه بلوچه هستن پاکستان آیم دوست نه دشمنه و ایران همیشه هم پیش داشته که مثلا گو بلوچه چی بوده حتی مستری کمکی کتی که بلوچستان بلوچ اما سال فکر کنم 1974 72 بلوچت سرکوب نزدیک موشن که تا 4 تا 8000 بلوچ کشک بید بله افغانستان تو که مثلا هست یعنی افغانستان تو که لوتی که این بلوچ هم جایی مبیتین این مشکلات هم پدا وقت دولت که مسئله ما دیورندی که هستیم مرز دیورندی هستیم آها معتقد به مرز این دیورند نه یعنی افغانستان آن لوتن که سرزمینانی که دیورند تو که این مثلا منطقه که برز چکویتا که هستیم کوسلمان تو که کایانت یا منطقه پشاوره این مرز دیوران این بادی این که زمین کتای پاکستان این ما را پدا دیگ بودند چی کشن یه بخشی طالبانی که هستن مخالفین یا یک مسئله مزنین هستن گویی که کشور افغانستان دومی که ما گندگان که اگر مبارزه انچو بلوچان ادامه دیگ بود این همزمان مبارزه مدنی که هم یعنی مثلا مبارزه که هستن که سیاسی و مسلحانه این درست همزمان این سازماندهی و توانم پاکستانی که ما بوشیم یکی که بلوچ این دشمن پاکستانه چه آتمی که همچون وجه رای من اشاره کو این کلشن چه پیدا بیتا چه اندا این زایده هنده یعنی انده چوکن بعد که اندا که وادی چیتا آتمی مرد یک سرزمینانی که ملتان پای موافق نمیته حتی لاتی پشتو هم موافق نمیته لاتین اکثریت موافق نمیته حتی سنده توکا
بلوچستان تو اما تیمی این مخالف یک کشوری که مثلا عربی به شکل پاکستان مخالف بیتگم بله رند قدرت هم پنجاب و دستوکا گفته پنجاب هم بازین تنی ودی مخالف هستن همه کالستان بازین انی جنگ بیگن جنگ توکا پنجاب پاکستان هندوستان هم پنجابی مخالفن چه که ما لوتگان که در آینده ما یک کشوری تشکیل بده اینا مثلا بیایم ور ببین جنگا آنی پنجابیان سر گنده گرچه مثلا مذهب آنسی که نوشان مسلمانه بله آن وتی گنده وتی هم زبان گندگان این مسئله رازینه و دومی ما گندگان این مبارزه مدنی که هستیم پشاور توکا سک روش کرده و چی که اسلام سیاسی پیسر بود سک گیشته چی هستن حتی تنی ودی هستن نفوذی هستن بله این ما گندگان جامعه مدنی رشد کرده مثل منظور پشینی که در کیتی میلیون مردم های پشت در کیتی این مگا مثلا ما انی بیچاره بانو مرنگ هستیم و بعد ما گندگان ارتش آزادی بخشش شرطه و تا سازماندهی کده 25 سال توکا تجربه کده اینی منی الا پختتر بیتا که کاران چونکا دیما وارتین اینی هیچ کشور آدابا که مثلا بیاین تا کشور ایجنسی آیا استفاده بکنن یا که کار مرزه بکنن چون جمهوری اسلامی برای یه کارا ببرمات نه یه دو بحنی استفاده کده نکنده و ما آنی مگام بچاره که سند نیمگا سند هم یک سند توکا یک مزنی بحری مخالفه اصلا لوتن استقلال سند لوتن نه اما سند کو بلوتن جدا بکنن اصلا بچیا نی ما گنده پاکستان این وتی اما توکا این تابس بیگ این زوریانی آیگانتی او فساد چه نیمگی مخالفان یعنی نیمگی و بعد پاکستان هم ارتش هم در واقع مثلا ارتش و پنجاب بوره نه شان نفهمتا که مثلا فرض کنیم این ملت ها آیم فقط این ثروت این هستی هرچی که مثلا در بیتی این پولی ما چه آمدتا بگیرنی خرج وطی بکنی این فکر نمیتونی که مثلا فرض کنیم این ملک درسته مثلا ملکی آت که ما پاسور گفته برای این ملکان سر پده این ملتان سر ما رو خرج کنه گوچی نه هیچ کس نلوتن آنی ما شما بچاره پشاور نیمگا برق چه پشاور تامین بیتیم گاز چه بلوچستان تامین بیتیم دریا چه بلوچستان و سند و اشان هسته نه این منطقه استراتژیک همشان دستان نه بیت کنته که این پاکستان و اینده مثلا اگر جنگ ادامه بیتیم چه که آل بودن که مثلا این بلوچستان یکی چه مسترین چیه جنگ اگر ادامه بیتیم پاکستان ما گندگان پاکستان مرشان اقتصادی نزوری سک بازن و پاکستان مثلا هم دو هم پاکستان وقتی ارتش دوکا یک ارتشی که هسته که همین ارتش دو بحری یک بحری گو آمریکا و غرب نزدیکی یک بحری گو اسلام سیاسی و اسلام سیاسی هم پده وقتی قدرت دستا داتا گشتشی که ما مثلا گوچیا نزدیکی گو سلفی و تندروانی که بلا کلمات مختلفی من کاری نیست که چی گوشند وابی بله گوهای نزدیکترین گشته چی که شان این منطقه که یعنی مثلا ما بچاره داعشیان چی که دیوبندی که هستن دیوبندی قدرت چوتی دستا داده که مثلا طالبان گشته گوها مثلا مسلک نزدیکتره شامنی داعش سپورت کنه این دشمنه چی بیتگات به حساب طالبان چه ارمی هم طالبانی مثلا چه که طالبان مازانه که حکومت ایدئولوژیکی بود قدرت دست گرفته هم آنی ایدئانی هم مخالفند که پاکستان ایدئولوژی هم مسئله هسته هم مسئله که یه نیمگاه ما شما بچارین سرزمینی هم هسته که دیورند معتقد به یه مرز دیورند هم نه مثلا بازند که مثلا ما بچارین و هندوستان هم گنده هندوستان که اگر ما شما به هندوستان یا یک کم که چمشان که بده درست این مخالفه هست ولی ما شما حزب بی جی پی چیه که ناندرا مودی یه سکی یک مخاین تندروه مثلا این وقت هم یک هندوی تندروه بعد مخالف این مثلا مسائل اسلام من نزانم که آدم کشوران چه بله اسلام سیاسی با یک سکی مزنی که همیشه یه جنگی بیته چه کاری ترسی هست که رشد بکنته هندوستان تو که بیت کنته پدا قدرت مسلمان دست بگیره و هم زانه که یه
مسئله اسلام سیاسی اگر تمام مبیته چه که کشمیر مسئله علاس نبیته آوایش دابا این چیه نه چه که واقعیت همه این بشه که منی بیته نه پاکستان و هنگی کشوری هر پاکستان چی منی بیته نکنده یا یک جزی خاکی سالیان سال هزاران سال این جزی از خاک هندوستان بیته این مسئله هم هستند که مثلا پرنندر مودی دنیا تو هم پیش دارگن که من یک قدرتی اونش بلوچ ثابت بکنده که پدا پاکستان دیما باشدن پاکستان یک قدرت اتمی نیشان زانگ نبیده کجا راوته بیت کنده که ادامه بیته مردم مسئله یعنی سک پیچیده یعنی این مدت تو گنده که چندین مثلا منطقه ای که این پاکستان بیتگن جتگن پاکستان نزدیک 25 شاهی مثلا پایگاه که مثلا بیتگن نظامی بودن جتگنتی ولی بیت کنده که ایشی پر سه دانه قدرت هسته مثلا این منطقه توکای سه این قدرت منیال سک مهمه شان یه مزنی نقشی هستن ایران پاکستان ایران یا یه دیگه کشوران عربستان لوچه مثلا نیدام یک پادرمیانی بکنه بله منیل مهمترین آمریکا انت چین انت روسیه انت چیک روسیه یکی نزدیکین که به حساب دولتان که هند نزدیکین ایگو چین نزدیکین بعد آمریکا از این یکی که منطقه هم پاکستان پای واسه یک استراتژیکی جاگاهی هم بعد پاکستان بی ارتشه که این پول یکم ده سالانه هم نظر 1.5 میلیارد و 2 میلیارد ایشی هم لوتش دست بدن بعد آمریکا پای واسه سگ مهمی ایاتی است آمریکا اگر آمریکا ما بیتین آمریکا کمک ما آی ارتش هم یک خرابکاریانی منطقه تو نکنه کمتر کنه منتوار واجه ملک زیندینی من سنگت اشاره کنم که زمان پایانی برنامه ما نزدیک بگویم من کوشش کنم زمان تقسیم بکنی بین دو نفر واجه بندوی ما 4 دقیقه پایانی 2 دقیقه شما را دهیم و 2 دقیقه واجه زیندینی یا 2 دقیقه فرصت تو که من روچه شما را سختی جوسته کنه البته زمانی کمه اشه که بلوچان برال ودا چی باید بکنه اشه که هم وقت مواظبت بکنه هم وقت جنبش آزادی خواهی بلوچ وقتی که مواظبت بکنه و هم اشه که وقتی مقصد نمیگه حرکت بکنه این شرایط تو که چه توصیه شما به بلوچ هست؟ والا خوشبختانه با وجود ایشی که مشرق بلوچستان تا یک حکومت مذهبی بوده هستن تو شام و خوشبختانه مردمانی که الان فعال به بلوچ ملی و به اصطلاح تاریخی حقوقا خوشبختانه اسلام سیاسی استفاده نکنه و ایشی یک جنبه مثبتی هستی به همین دلیل هم که گندی مثلا بوده مبارزاتی که به شکل مدنی باید پیش برو و پیش درستی و واقعا با افتخار پیش رفته که جهان الان دیگه تواریش بوده گنده که جنبش مدنی که توسط دختران و زنان بلوچ جنینان بلوچ در واقع بونگیجگو شیرزالی جنینان بلوچ بونگیجگو هنگت ادامه هستن با وجود ایشی که گنده که محرنگ ها و سامی ها و بازی دیگری برای زندانان تا کپتن ولی همود هم زندانان تا مقاومت کنگن ایشی که در تأکید کنگ روی حقوق دموکراتیک و دموکراتیک رایتسی که هستن توی شام شی سک مهمه که بها یک بیتیم تو برای دیما برک بی خب در این حال آن بخشی هم که از نظر مبارزه برای حق حقوق وطنش راهش انتخاب کرده که مبارزه نظامی بکنه و با توجه بیشی که اتفاقا یکی بعضی یعنی تحلیلیشی که دلیلی که هند رد اگه پاکستان را در واقع بودن این جنگ دور دادوشن لورتی مثلا یک چمزار هند بگی با توجه بیشی که دولت پاکستانی باورش اینه که هند کمک کنه انتشانه در صورتی که واقعا شی پیش ندارن که هند در واقع کمک کنه با بخشی که مبارزه نظامی کنه شین که مبارزه نظامی و مبارزه مدنی اگر چنانچه با رعایت اصول حقوق بشری رعایت کنه و مقصد مبارزه نظامی برای یک حقی هست که تو مقاومت داره کنه برای اوتی حقی که بلوچ بگیری پسی بگیره اوشان ادانت که منه الان با حمایت هم دیگه با پشتیبانی هم دیگه با احترام به هم دیگه مردم بلوچی که بوده هستن هرچی متحدتر بودن و هم دیگه و در این حال اتحاد ایدگاه مردمانی که پاکستان تا هستند و ایدگاه همسایگی کشوران تا هستند شان به دست بیارن قویتر سریعتر و راحتر دیمار روان توشان نفرت هر فهمی نفرتی ببینید اگر آن نفرت سیاسی بین حاکمان و بین مردمان بین نتیجه زودتر در تنتایشی که نفرت بین مردمان مختلف ایجاد کنه و حکومت هم همیشه لوتن نفرت وجود بیاره منتوار واجه رحیم بندوی واجه زیندینی 2 دقیقه پایانی شما گند و شما توصیه هم گوش داریم
انچه کجا ریم بندی گوشت مسترینگا واشیتی سوالی تو کود اتحادی اینی تپاکی که ما یک دیگر اگر تپاک نبین این مسائل مختلفی هستین که مثلا تپاکی هستین که مثلا ما انی بلوچانی که هستن ما گندگان که بخش اینی که هستین که فعالیت مدنی که نگینا ایشی سک این سازمان یافته سک شرن چون بانو مرنگ و سمی و بیبل کنگان این یک وحشین رنگی رو بگن دیما او منیالا بخشی که نظامی که هستنی آیم وحش رو بگن چی که منیالا نظامی یک شهرین چیزی نه که من چی بکنم بله ضرورتا انی منیالا ضرورتی که آنی منیالا مشرکی نیمگا و چی که پاکستان مشروزانه که انچین دولتی انچین یعنی بودتی که آیا اگر یه دو مبیتی یک تورس نظامی مبیتی یک مسلمان آیا عقب نشین نکنه من امید نکنم که بیاید کدام مذاکره بلوچستان بنیدیتی و پس که بیا بحر سیاسی که هسته بلوچستان توگا به حساب ما شکل کلاسیک قدیمی من یالا یک دیگه را تحمل بکنن یک دیگه را قبول بکنن این مسئله حکیم بلوچستان یک کلی مسئله اینه که یک واژه و یا که مثلا واشتی مثلا میدل کلاس و یه دیگه سردار و نزان میر نه این مسئله درسته که بلوچستان من یالا درو تپاک ببندی بیان یا جبنیده انچو وتی مرنگا اولگو بکنن تو انچو الان نظر و مثل محیدین و امی که لیدرانی که هستند به حساب معنی نام بیال کتن مثل اسلم و برای تفاکی ها گویی مسئله که انچو برگان دیما که مبارزه هر بخشی که هستن آوتی بخشی که به حساب بعدی که سیاسیانی هستن منی لگو تفاکی بیاندیمی برانتی و سو بلوچه چی که بلوچستان آوتی شهری سری 20 سال توقع آوتی مبارزه آوتی جهودی که هستن داشته و دنیا هم پیش داره و برای الزام پاکستان باز جنگه بله منی لایش وقتی دست اینی وقتی باسکانی و قدرتانی جهودین که دیماراگین آی برورده باره. سلامت باد. زنده باد واجه ملک زندینی و واجه رحیم بندوی که شما هر دوینوتی وحدش مرچی آریان تیوی گپ پوتران برنامه برزورد و هنچو با آنو کو واجهانی که چهر کجای دنیا گپ پوتران آریان تیوی چار وکند شما هم منتوار و پاکستان و اند مسائل و ایران مسائل که مرچی گپید اشانی اخبار مختلف بخشای خبری هم آریان تیوی به زبانهای فارسی و کردی منتشر کند حتما دنبالی بکنه روز شما واش باد.